سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون اینجاست آرت. با یه برنامه دیگه تارگت در خدمتتون هستیم. یه مهمون ویژه داریم از برنامه پازل و راکان. خوش اومدین. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به برنامه تارگت. ببینیم چی داریم امروز بچه‌ها یه ویدیو آوردم براتون. دوباره نسل چهاری داشتم به پونه توضیح میدادم که کیان و از کجا اومدن و اینا. پونه خیلی خوشش اومد. حال کردی؟ خیلی خفنن. و اینکه اولین بار بودم همچین چیزی می‌دیدم دیگه. خیلی نوآوری داشتن در واقع تو ویدیوشون و توی سبکشون. تو نسل 4 کیو از همه بیشتر دوست داری؟ اونا که میشناسی حالا. یادم بنزو رو گفتی به من. گادپوری رو دوستش دارم خیلی. پوری بنزوشو پونه بهم گفت گوش دادیم بار اول. آهنگ خیلی جالبه. خیلی بامزه است، خیلی دوست دارم. بعد دیگه کیو میشناسی نسل 4 رو؟ زیاد نمیشناسم ولی میدونم که بچه‌های قویه، خیلی قوی کار میکنه. آره. دریل چی؟ دریلو تو به من معرفی کردی، یعنی بیشتر با سبکش آشنا شدم تو به من گفتی. بچه‌ها که میگن اینجا رکورد پازل دارم، من تا میرسم سریع بس میشم به بان دوتا دریل میذارم، هد میذارم، کادر رو بعد ازش میپرسیم این کیه، کل شجره‌نامه یارو رو برامون میگه دیگه. کلی کلاس درس داریم اینجا. کلی شجره میگم و بچه‌ها خسته میشن میگم اوکی بابا فهمیدین. بچه‌ها شما اگه رپر نسل 4 آهنگ خاصی دوست دارید و دوست دارین که پیشنهاد کنین یا اینکه تو برنامه براتون ویدیوشو بگیرین، توی کامنت حتما برامون بنویسید. بچه امروزم برگشتیم با 021 کید، بچه تهرون. موزیک وست لندنش با خواهرم 021 جی، یکی از گنگای وست لندن که فیت خیلی جذابیه، موزیک ویدیو خیلی جذابتر هم دارن. بریم سریع گوش بدیم ببینیم چی کار کردن. آماده ای؟ بریم. Let's do this. I was at Frontier, I had 5 feet and whipped that 3.5 for 021 kid. 021 G. وای تو این بازی سفت پام جاش راش و بلدم نمیخوام ویز. بد بی اومد NW6 بهم گفت for my days. اونا تیمشون پول لدیانه باز نمیگیرم بیشتر پلی. ای بگین اگه هم صاحب سبکم این جوجه هم کپی پیستم. محسن باش بنگر از سر تا پامونو ما که خوردیم پیوند با بالا اون ساخارم پیتر. چون دارم بیشتر از سنم و اجرا زنده هم ندارم پیبک. نشست پیشم دافی ریختم را قیمت شد ایسم. تو رفر همه مکسم بارم و بستم کمتر 1 سال. با دیل فارسی خورده امضام بطمانی من چه خبر امسال رفت فارس من فیکسم بعد خوام تیم شم. داشتم به پونه میگفتم، میگه پای دریل فارسی خورده امضا. اولین موزیک دریل فارسی تو کل تاریخ رپ فارس و خب تو زیروتونیوان کیت خونده. به خاطر همین خیلی دیگه روی این فازه که چون که اولا هم به خودش میگه پدر دریل فارسی، یعنی داشت ادای هیچ کس رو در می آورد و اینا. نظر تا اینجای موزیک چیه؟ چیز جالبی که منو خیلی جذب میکنه پاسکاری بین جمله بندیشونه. یعنی مثلا 3 تا جمله میگه دقیقاً بعدیشو اون میگه. یعنی اینجوری نیستش که مثل بقیه آهنگا حتما باید یه ورس و مثلا یکی از اون آرتیستا بخونه ورس بعدی یکی دیگه بخونه. و چیزی که جالب بود این بده رسونه، بعد الکی هم نبود، دارن پشت تلفن با هم صحبت میکنن، دارن جوابشو داره میده. خیلی بامزه است. یعنی یه ورس نیست بگی خاله 3 خط تو بخون بعدیا من میگم ربطی هم به هم نداشته باشه، داره جوابشو میده. پاسخ انگار تو. آره. بعد یه سوالی من پرسیدم تو برنامه قبلی از ادیب داشتیم تو تلویزیون کیلو ریاکشن میرفتیم. به نظرت استایل چند درصد مهمه تو مثلا یکی که آرتیسته؟ استایلش مثلا چقدر میتونه تاثیر مثبت بذاره تو کارش؟ نمیشه گفت 50-50 قطعا، ولی اینجوری میتونم بگم که آدمی که خوش استایله ولی آرتی نداره احترام خاصی هم کسی تو آرتش، یعنی میدونی مثلا اگه یه آرتیستی باشه، یه رپری باشه که فقط استایلش خوب باشه، شاید اونقدری اهمیت قائل نشن واسش، ولی اگه آرتیستش خوب باشه استایل نداشته باشه اونو بیشتر همه فکر کنم میپسندن. آخه مثلا آرتیست داریم اترین، اصلا خیلی اصلا از 10-0 به نظر من اصلا هیچ، اما انقدر کاراش هیته همه بهش احترام میذارن. به آرتش بیشتر اهمیت میدن تا استایلش، ولی خب آدمی که آرتش قوی باشه حالا استایل هم بیاد قوی بکنه قشنگ یه 3 تا چاشنی دیگه بخوش اضافه میکنه. مثل کی مثلا تو رپ؟ مثلا بچه‌های وانتوس خب تیپشون خیلی خوبه، یعنی اهمیت میدن. اونا مثلا اما به نظر من یکی از همه تو این خفن. ببین همه چی رو با هم داره. مهرادیده همه چی رو با هم داره.
خاله خوشی فقط با یه دست لباس. لقبش هم الماس رپ فارسه. دو تا گزینه داری الان میخوام بین این دو تا گزینه بگم یکیشو انتخاب کنی. یکی که استایلش خیلی خفنه مثلا عین کانیه وست مثل د ویکنده، اما مثلا تو لیریکسش و کلا بیتاش و کل موزیک قضیهش مثلا از 100% 60% یا 50% یعنی نصفه. اما یکی مثل اترینه یعنی صفر له داغون اما مثلا 90. تو مثلا کدومو بیشتر میپسندی؟ خب آخه این بیشتر قضیه خب اگه موزیک باشه بیشتر گوش دادنیه دیگه. اونم موزیکو داره 50% داره اما تو مثلا با استایلش هم خیلی حال میکنی، اما اون استایل اصلا نداره اما موزیکش خیلی خوبه. من خودم خب بیشتر آهنگ گوش میکنم، یعنی بیشتر میرم پیگیری آهنگای طرفو میکنم تا اینکه بخوام موزیک ویدیوشو نگاه کنم دیگه. یعنی مثلا کنسرتاشو نگاه بکنم، موزیک رو ترجیح میدم. موزیکو ترجیح. اما من خودم نه. تو استایل. استایل بیشتر. خب استایل نشون میده طرف چه کلاریه. و به خصوص تو رپ که دیس و دیس بازی داره، تو اگه قیافت مثل اتشراین بشه و دیس کنی طرف میخنده. مثلا زیرو 21 کید هم فیس یوغوری داره، میدونی چی بهت میگم؟ استایلشو داره که داره دریل میخونه. بچه لندن هم هست دیگه، بریم بقیه‌شو گوش بدیم. میشینن دید کرد گوش راستم مثبت چپ منفی جفتشو بستم خار فیدبک سیاهم تو داتنام بیرم فرو میکنن شیکم با سقا چیدم بیشتر تهران لنگ گرفتیم خفت کارو بدون بکا داشتم دست کرد چیواش رفیقش زنگ زد شد رد تماس درد که داری روش راش بودی اور سبک مونده رو تکاش من 40 سال 20 لین حالا دیگه یوزرام میشن کاسب واسه من شما خورای تازه مثل 4 سال پیشم این تازه بلبل صدا آواز کنتور نمیداده خواستی بفرست پستکد چطور اسم آشغالتو دریل گذاشتی چاقی لفظتو توف کن یا 021 kid on a beat make it lit yeah that know the team I was at country I had 5 kids trying to whip that tree مثل خیلی جالبی که زیرو 21 کید تو هر موزیکش داره فارسی انگلیسی میخونه. حالا بعضی هم موزیکاش که کلا فارسی هم خب بیشتر موزیکاش یعنی هم ورس انگلیسی داره هم ورس فارسی داره. بعد یه نکته خیلی جالبی هم که زیرو 21 کید داره 24 سالشه. مثلا چند تا مصاحبه من ازش تو یوتیوب دیدم، همه میگفتن که انقدر لهجهش نیتیو بریتیشه، همه میگفتن که ما فکر کنم از زیر 7 سالگی تو لندنی و اینا. اما گفت نه من 19 سالگی رفتم لندن، یعنی الان فکر کنم 5 سال 4 ساله مثلا تو لندن انقدر خوب داره انگلیسی رپ میکنه. و کلا خیلی سخته بچه‌ها فارسی زبون باشه، یعنی زبون مادریت فارسی باشه و بخوای انقدر خوب انگلیسی رپ کنی. ولی لیریکاشو خودش می‌نویسه. آره اورجینال خودشه. خودشه. خیلی خفنه دیگه. اینکه خودت انگلیسی هم بنویسی این خیلی خوبه. مثلا دیل. نظر در مورد زیرو 21 جی چیه؟ ببین خیلی میدونی تفاوت خیلی متفاوته نسبت به بقیه رپرهای دختر ایران. مثلا با کی؟ مثلا نسیم خب میدونی کسیه که خب تو آهنگای رپ فارسی یه جایگاه خاصی داره. میدونی خیلی دخترونه طور خب یعنی فمینیست قضیه است، ولی این اومده قشنگ گنگو پر که مثلا کاردی بی میدونی؟ آره میدونی خیلی گنگه، خیلی گنگه. بعد توی آلبوم جدید پوریا پوتک هم بود زیرو 21 جی، یعنی خیلی جالب بود که پوریا توش فیت‌های خفنی داشت، فیت با رضا داشت، فیت با لیتو داشت، با 2 تا نسل 4 هم داشت، یکیش هیپاپولوژیست نمیدونم میشناسیش یا نه، یکیش هم با زیرو 21 جی که جفت موزیکا هم خفن بود. یعنی آلبوم پوریا پوتک از اون لحاظی که بخوای نگاه کنی از لحاظ موزیکی با خشی‌سار خیلی یعنی آلبوم خیلی خفن جمع کرد، اما خب عامه پسند نبود آلبومش. آلبومشو گوش دادی؟ نه دیگه. واسه هر موزیکش هم موزیک ویدیو درست کرد. واسه به خلصم فیت داره. بعد چیز جالبی که بخوام بگم فرق مثلا یه نسل 4 و مثلا پوریا نسل 3 میشه دیگه تقریبا. زیرو 21 کید اومد یه سایت زد دریل فارسی. بعد تو اون اومدش که مثلا موزیکاشو پیش فروش می‌کرد و اینا. اما خب موزیکاش نسبت به موزیکای دیگه که مثلا تو رپ فارس هست، مثلا چه پیشرو چه پوریا پوتک خیلی گرون‌تره. مثلا یه آلبوم داده گنگ شت زاخار فکر کنم 3-4 تا بیشتر هم توش ترک نیست 500,000 تومانه. اما آلبوم پوریا پوتک که 13 تا موزیک ویدیو داشت 13 تا ترک بود توش فیتای خفن بود 58,000 تومان بود. چرا این کار کرده؟ زیرو 21 کید یا این نمیدونم پول دوست داره. بعد نمیدونم خیلی زیاده آخه واسه مثلا یه آلبوم 4 ترک 500,000 تومان. بعد مثلا یه تیشرت هم روش مثلا داره میده. حالا تیشرت رو ولش کنی موزیک آلبوم خامش 240,000 تومانه. خیلی زیاده نسبت به کسای دیگه.
چون مثلا خب قطعا مثلا آلبوم پوریا فکر کنم بیشتر خب برای زحمت کشیده شده و هزینه شده. 100%. ولی خب اگه بخوای حساب بکنی قطعا بیشتر آلبوم پوریا رو میخرن، یعنی درآمدی که از فروش آلبوم اون هست فکر کنم خیلی بیشتر از این باشه. بعد یه چیز جالبی که داشت پوریا گفتش که اگه پول ندارین فدای سرتون تو اسپاتیفای و یوتیوب خودمون پخش میشه، برین همونجا ببینید. اما این گفت نه، فقط از دیریل فارسی، از هیچ جای دیگه پخش نمیشه، یعنی باید بخرید. خیلی به بیزینس کار اهمیت میده. بیزینسمنه خود. فارکس هم کار میکنه، یه چیزی دیگه. 1 for 20, them all days pass so quick now. On that shit, they've got plenty. No cloud, my team just make clowns. OT, them man on fake G's. Where my U's pull up face down. Valley on full clip got empty. گنگ 10,000 تا نتونن جوبه جعبه تو شیپی سه تا رولکس سر تا سر لندن داریم شعبه ما از صدا سون تو رو خشی پرسه شامگاه تو بلاک خودتیم مرد یهو دید منو با کل تیم کرد هنگ That's motherfucking Persian gang. وست لندن پول پاندم من دوتا تو کلش تا بگیره عبرت Always man tryna say something, huh? بابی و چاقیدم گم شد قبلش قربندن نیارفتم من به بچه و منده ببیدن ستارداگ معمولی زیر چشما کبودی میکنم خاطرات جفوی حق زنجان کله بدخواه خورد ولی مال اونا کلم نرو مرگوی بگی تهران خوردم ولی هیچی نرفت پروندم اگه دو داری نیستی بلد چار بکنی شاد بگی جدول زن از همون اول پرچم سقف بود اوتونی با قربندن آخرشم از استایلش میاد رو خیلی گنگ خیلی بودن. گنگن. و اونجا دقت کردی داشت سیگار میکشید خوابیده بود خاک سرش. می‌خواستم بگم حالا مثلا قدم مهم نیست ولی نه خب خیلی این اتفاق مهمه، خاک افتاده. سر ریخته بود رو لباسش، اما مثل اینکه داشت کار شده اتفاق آره. نیفتاده. چیزش خوب بود. یه چیز خیلی جالبی که بود، بچه‌ها زیر 21 جی این کلیپو جمع کرده دیگه، دیدین دیگه اون آیتم که بی ام آیتم که بود پلاک جی جی ایران بود، همون زیر 21 جی. و فکر کنم دلیل اصلی به حضور زیر 21 جی به خاطر پولش بوده که این موزیک ویدیو جمع شه، اما خب گنگ خودشو داشت، اما به نظرم زیر 21 کید میخواست خودش تنها اینو بخونه خیلی بیشتر خفن تر بود. که جایی که زیر 21 جی بود من زیاد خودم حال نکردم. نظر تو چیه؟ ببین من که کلا خب خیلی دوست دارم که دختر میاد توی کار یا خود دختر تنهایی آهنگ میده، چون خیلی کمه نسبت به مثلا پسرا. خیلی خودم دوست دارم ولی احساس میکنم مثلا اگه یکی دیگه جای این بود شاید بهتر میشد، ولی خب اینم باحاله، اینم خیلی باحاله، من خودم گوش میدم یعنی اینو. چه حرف زن ستیزانه‌ای دارم، ببخشید. نه ببین زیر 21 جی نه به خاطر اینکه دخترا، ببین ما خیلی آرتیستای دختر خفن داریم، مثلا مدگل این آلبوم بنفششون رو اولین آلبوم رپ فارس بود که دختر پرودیوس کرده بود و خیلی هم خفن بود، خیلی موزیکای هیت داشت توش، حالا با جیدال که خونده بودن. من کلا دارم میگم خب موزیکایی که مثلا یه موزیک داره چرسی رو میشناسی؟ چرس؟ نه اونم رپر نسل 4، اونم خیلی خفنه. یه موزیک داده با همین چیز زیر 21 کید، اسمش اسلپه. این سری گذاشتم اونم دقت کردی نه؟ اصلا خیلی اون خفن بود. بعد همین بده بسونه هم داشتم، مثلا کوروسو یه لاین این میخونه یه لاین اون میخونه، یه لاین این میخونه یه لاین اون میخونه. این بود اما اون خیلی خفن بود اسلپ. ویواش هم 100 برابر این بود. اما خب میدونی زیر 21 جیه خودشو تونسته جا کنه اما نتونسته خودشو نشون بده. میدونی چی میگم؟ آخه ببین جای پیشرفت هم دارن دیگه قطعا. حالا جای پیشرفت دارن 100%. اما کلا پکیج کاملی بود، چه موزیکش، چه موزیک ویدیوش، بیتش، همه چیش خفن بود. چه نمره میدی از 1 تا 10 به این ترک و موزیک ویدیو؟ از 1 تا 10 اگه بخوام جدا بگم، چون رو هم بخوام بگم خیلی نامردیه، جدا بخوام بگم من موزیک ویدیوشو خیلی بیشتر دوست داشتم نسبت به آهنگش. آها یعنی میگه موزیک ویدیو خیلی خفن‌تر بود. موزیک ویدیو آره خب هزینه شده بود قشنگ واسش، استایل و حالا هزار تا چیز دیگه. استایل اسمیتای فقط. آره بعد من مثلا از 10 به ویدیوش 8 میدم، 7.5 8 میدم، به موزیکش 7 میدم. تغییر نکرد 7.5 8 7. یه نمره تغییر کرد، هزینه زیاد شد. سر هزینه زیاد شد. میخوام به اول پکیج زدیم بعدی 100 رفت موزیک ویدیو بعدی دیگه کاریش هم نمیشه کرد.
بزنو ببندیم جلوه خوبی نداره یارو. خلاصه که عرضم به خدمت انور همه بینندگان خوب تارگت که من به هول پکیج این قضیه، یعنی چه زیرو 21 جی، چه زیرو 21 کی، چه موزیک ویدیوشون، چه اون ساعتایی که تو باکس بود، چه اون پوندایی که ریخته بودن و اینا، به نظر من چون که نسل 4ان، یک دو اینکه این موزیکو موقعی دادن که هیچ حمایت مالی نمیشدن، یعنی کاملا دلی بوده این قضیه، فقط برای اینکه یه شناسنامه‌ای واسه خودشون درست کنن بوده. من به جرأتشون 8.5 میدم، چون که میدونی ورود زدن به یه کاری، اونم وقتی میخوای گنگ بخونی و دیس کنی خیلی جرأت میخواد، به قول ما پسرای دیگه میخواد. اما خب این جرأتشو داشتن و اومدن تو بازی و خیلی فیدبکش هم گرفتن دیگه، قوی اومدن و فیدبکش هم گرفتن و الان دارن پول پارو میکنن دیگه. همین آلبومش معلوم نیست الان چقدر فروش رفته. و یه خیلی جالبی هم که زیرو 21 کی توی یک لایوش گفت اونایی که تو لندنن و پکیج فیزیکیشو خریداری کنن خودم میام دم خونه‌شون میدم. دوست دارم ببینمشون و میارمشون. و اونایی هم که ایرانن که هیچی نمیتونیم، اما اونایی که تو خود لندنن خودم شخصا میارمشون. خیلی جالبه. بچه حتما برامون سعی کنید چند تا ویدیو بفرستین که آرتیستای دختر و پسر با هم باشن. من و علی با هم بتونیم یه ویدیوی دیگه هم بازم بگیریم. 100%. آره، حالا وکالیستای دختر یا رپرای دختر کلا اینا رو برامون بفرستین که ما بازم بتونیم براتون ویدیو بگیریم توی تارگت. و اینکه کلا کامنتاتون رو برامون بذارید، لایک کنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و اینکه اگه دوست داشتین برای دوستاتون هم بفرستید. یه سوال دیگه آخر سر ازت بپرسم. توی رپرای یعنی وکالیستای رپر دختر توی ایران تو رپ فارس کدوم اصلا میشه دوست دارید؟ یعنی مثلا جاستینا هست، گنگش خیلی بالاست. خیلی هم فمینیسته. سوگند هست. سوگند که مدگل هست. زیرو 21 جی هست. مامادان بود. مامادان. حالا مامادان نمیشه گفت. مامادان یه موزیک داره. کار میکنه خودشم. انگلیسی میخونه. آره دیگه. حالا مامادان فقط به خاطر اون یه ترکش. دیگه چی هست؟ نسیم رها وانتونز هست. بعد رها وانتونز آرنبی میخونه، رپ نمیخونه. آره. خب بیشتر وکالیستای دخترم آرنبی میخونن. آره. بیشتر جاستینا به نظرم. آره بیشتر مکملن دیگه. آره. رپر مثلا مرد پسر مکمل میشن. مثلا همین گفتم تفاوت این با مثلا بقیه. آره زیرو 21 جی داشت رپ میکرد، ریل هم داشت میکرد. مثلا نسیم نه میاد آرنبی میخونه یا پاپ میخونه. آره دقیقا. من خودم کلا صدای مدگل رو خیلی دوست دارم. آره صداش خیلی متفاوته و چیزی که ازش دوست دارم اینه که همیشه داره تلاش میکنه که وکال کورسش رو پیشرفت بده. مثلا با برت منینگ یکی از وکال کوچای خیلی خیلی خفن که وکال کوچ خیلی از آرتیستای هالیوودی بوده، کریستینا آگولیرا مثلا بوده، آریانا گرانده بوده. وکال کوچ اونه کلاسای آنلاین اونو برداشته بود، با اون تمرین میکرد. آره من خیلی خوشم میاد اینکه خیلی در حال پیشرفت کردن و آپدیت شدنه. و من تکنیکای خب سوگند کلا خب پکیجش خفنه کلا. آره تکنیکال بودن اونو دوست دارم. صدای رها هم دوست دارم خدایی. رها که آره خوشگله صداش. توشی؟ من سوگند رو خیلی دوست دارم. مثلا موزیکش با لیتو تو کنیز رو الکلو کل برفا میرقصن نشوندیم هر گلو ما که دیگه دادیم رفت و یکی هم اون موزیکش با چیز. من اولین موزیکی که از سوگند گوش دادم یادته با عرفان بود. خیلی بچه بودم، یادم 13 به در بود، داشتیم کباب درست می‌کردیم. بعد از ماشین خودمون از ماشین خالم اینا داشت موزیک پخش می‌شد، یهو یادته سوگند پیدا شد. گفتن این کیه فلان، گفتن چیزه عرفان و سوگنده. نمیگفتن اونا، من رفتم پیدا کردم یه حاشیه رفتم موزیک ویدیوشون رو دیدم، خیلی حال کردم. نه من بودم. آره مثلا تو موزیک ویدیو کیست؟ آره هیچکی نمیگه اینو هیچ وقت، ولی با هم بوده. آره دیگه. زخمی جان. ولی خب من کلا سوگند رو از آهنگ چیزش شناختم، آدمک سلام که کاور کرده. ساده کاور ساده بود. کاور کرده بود. خیلی قشنگ خونده بود. بعد خیلی کاراکتر جذابی. آره یعنی مثلا این جوریه که خانواده پسندم هست. یعنی من و بابام میشستیم مثلا پای مصاحبه‌اش توی چند شنبه با سینا نگاه می‌کردیم، بابام تحسین می‌کرد شخصیتشو. این جوریه مثلا. با موزیک بلیت یه طرفه هیت شد دیگه سوگند. آره خیلی هم موزیک سختیه. یعنی هر کی میخواد کاور بکنه باید خیلی سعی کنه که نفسش رو قوی بکنه، اون کورسش رو بخونه، خیلی سخته.
بعد یه سوال دیگه بکن، سوال تو سوال داریم دیگه. خونه رو آوردیم توی تارگت دیگه، داریم تمام سوالاتو ازش میپرسیم. اولین موزیک رپی که گوش دادی چی بود؟ فارسی. دیس آجیلی. نگو دیس آجیلی دیساجیلی بود. واقعا دیساجیلی بوده اولین موزیک رپی که گوش دادی؟ چه سالی بود؟ خیلی وقت پیش بود. اون موقع بودش که با بلوتوث اینا رو میفرستادن. بعد یادت نمیاد مثلا کلاس چندم بود؟ من فکر کنم مثلا یا اول راهنمایی بودم، دوم راهنمایی بودم اینا، بعد این با بلوتوث فرستاده بودم و مثلا من اینو گوش هندزفری هم نداشتم، گوش دادم و اینا به من نگاه می‌کردم، مامان من نمی‌فهمیدم یه سری کلمه‌هاشو، واقعا خیلی بی‌ادبه. اون بود. ولی خب آهنگی که مثلا خیلی به صورت علنی دیگه مثلا تو ماشین میذاشتم این ور اون ور میذاشتم، یکی سیگار صورتی عزت بازی بود، یکی هم قدم به قدم جاستینا بود. قدم به قدم جاستینا. من اولین موزیک تو گوش دادم خیلی بچه بودم، یادم خونمون بودم، یه شبکه ماهواره‌ای بود داشت میخوندم، داشتیم بازی می‌کردیم، مثلا اینقدر بودم، خیلی بچه بودم. بعد ورس سروش هیچکس تو چرا بدی یهو پلی شد، فرق وسط فرق بغل قرمز موده میکنیم. بعد این گفت میزنیم موتو باشی حتی کچل. بعد موقع من بچه بودم اینا رو نمیشناختم که فکر کردم گروه تی ام بکس اینا، نه که همشون کچل بودن. منم بچه گفتم خب داره میگه کچل هم باشی کلتو میزنیم و فرق بغل وسط. خب فکر کنم علی فکر کنم همونه مثلا تی ام بکسه. آره بعد عاشق رپ شدم، یادم میگشتم دنبالش میگفتم پسر خالم اونم قاق، اون اصلا هیچی نمیدونست. گفتم آقا این کیه خونده؟ گفت فلانیه مثلا متین دو حنجره است. میگفتم بابا ول کن این کیه به من بگو تو رو خدا. بعد حالا چی شد؟ اون پسر خاله ما شد منجی ما تو رپ، مثلا ما رفتم از اون سوال می‌کردم. بعد گفت آره علی سروش هیچکس مرده. گفتم چرا اذیت یعنی نه اونم نمیدونستم، میگم قاق بود تو رپ. میگه آره میخواست بره لندن، یعنی مهاجرتش به انگلیس، میگه آره کشیشو غرق شد و واسه خودش هم سناریو مینوشت. منم بچه گفتم بابا مگه میشه مرده باشه؟ میگن داره آلبوم مجاز رو جمع میکنه. نه علی مرد، مرتضی پاشایی بعد مرگش آلبوم میده. بعد دیگه ما گوشی خریدیم و دیگه فهمیدیم اینترنت چیه و اینا، رفتیم آره دیگه رفتیم پیدا کردیم و از اون جهل و جهالت در اومدیم. هیچکس رو اولین بار من فکر کنم آهنگش بود میگفت اینجا تهرانه، یعنی شاید اختلاف. آره اختلافش رو توی فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره، حامد بهداد. آره اونجا دیدم، من اونجا فهمیدم که چیه اصلا داستان. من اولین موزیکی گوشم اون چرا بدی بود. اونم دیگه رفتم توش، خیلی موزیک خفنی. آره اون خیلی بامزه بود. بچه خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودیم. مرسی از پونه که دعوت منو پذیرفت اومد تو تارگت. ویدیوهای قربونه ویدیوهای دیگه هم با پونه داریم 100%، اما همه چی به کامنت ها و حمایت شما بستگی داره. بچه‌ها چنل ما رو بعد چیکار کنم؟ پونه سابسکرایب بکنید، لایک بکنید ویدیومونو، کامنت بذارید حتما واسمون خیلی حال میده و اینکه حتما واسه دوستاتون هم بفرستین، اون زنگوله هرم بزنید. بچه خیلی دوستتون دارم. خدافظ. بهتر از مال شما زاو خورتو هم بساز، ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماست. آهنگامو